من برخلاف قانون چیزی نکردم. از این همه دهگی ها هم خبردار بودند. اگر از آنها بپرسید. با پرسیدن حجت نیست. عریضه هایشان در اینجاست. عریضه؟ در داخل دولت تو دولت خودت رو ساخته ایستاده. چه خیلی آخر؟ این خیلی نیتی ندارم. این دولت ما رو خواند. من هم حال و قرضم رو برگردانیده ایستادم، لیکن شما خطای کلان کرده ایستاده اید. چیو گفته ایستاده معلم؟ این عریضه اسماعیل کشلوق است؟ خیر چی شده است؟ اسماعیل امک خواندن و نوشتن نمیتواند کی؟ این عریضه ساخته است. مسئله این عریضه رو تفتیش کرده برایید. خطا کرده ایستاده اید. عسکر فرمایید قماندان. معلم رو به نظارت خانه بر. خوب شده است قماندان. این عریضه رو نوشتن دهاتی ها ناممکن است. نه خواندن را میتوانند، نه نوشتن را. رفته پرسید، دیده برایید. اشتباه میکنید. من از روی قانون رفتار کرده ایستادم. خطا باشد بالاخره میبراید. این خیلی باشد با دهگی ها رفته گپ زنید. شما هم میبینید که گفتگی های من درستند. این وقتها یوسف را که ها محکم کردگیستند. یاردمی رئیس نمی بود این کار آنقدر آسان نمیشد. یگان خطاگی نکردید همین خیلی نه؟ شما هیچ پروا نکنید حضرت خانم. ساکنه بیا. لابه حضرت مادر. به موضوع قهوه بیار. حاضر حضرت مادر. از آن من سیر شکر شود. آچا خلیل؟ خلیل آقا؟ با کدام حق مرا محکم کردی؟ خلیل با کدام آچا؟ آروم شو اکا. چرا کردید آچا؟ خلیل اکا گم شو تو، گم شو. خلیل غضبت رو میفهمم. کرده باشم سبب داره. من مادرم خلیل. من مادرم. از من چی میخواید آچا؟ از من چی میخواید؟ باز چی کار کردنم لازم؟ جواب دهید آچا. چی کار کنم؟ خلیل اکا. ولی گفتم گم شو. در آخر یا قاتلی مادر میشوم یا قاتلی برادر آچا. اینقدر ظلمتان بس نیست؟ سر نمیشوید مگر؟ رئیس شما سر نمیشوید. مرا با پسرم تنها گذارید. او به من دشمن نیست. سرده رئیس. آرام شو. گم شو. من و دادرت تنها خوبی تو رو میخواهم خلیل. همش رو نقل میکنم. حق بودنم رو میفهمی. سعید بابا از کودکا خبر است؟ تا حال خبری خوش نگرفتم یوسف. شما با مادرم خبر دهید سعید بابا. از دهاتی ها نیو از شما شنود بهتر می شود. چه خیل شدین سعید بابا؟ دهاتی ها از من شکایت کردند، عریضه دادند. با قماندان من هم گپ زدم یوسف. اسماعیل، بهجت و حسن عریضه دادند، اما من گفتم که آنها خوانده و نوشته نمیتوانند. عریضه را ناکسان، آدمانی منفعت جوی نوشتند گفتم. این کار با منفعتی کیست معلوم نیست مگر سعید بابا؟ خانو بین که زنه در اصل با چه کارها مشغول است؟ آخر این خلیل، این عریضه جدا شوی است. مریم از تو جدا شدن میخواسته است. گم شدنی عمر باشد، همش بازی های یوسف. از تو جدا شده بعد وصایت کودکش را میگرفته است. دروغ میگوید آچا. دروغ میگوید. خیر با مادرت باور نمیکنی؟ خیر انا من دروغ میگویم. این کاغذ چی؟ این کاغذ هم دروغ میگوید. همه اینها رو یوسف فکر کرده برآوردگی است. با من نه و با قاتل دادرت باور میکنی خلیل؟ آن عاقبت یوسف. در آخر او را محکم کردن. خودسرانه کار کردن ممکن است مگر؟ نه، در عاقبت محکم کردن. دادا
жандарма дада жандарма омад خوش آمدن. نوری دیده تاج سر. مرحمت کنن. چرا میترسی بچه؟ سلام علیکم. قماندان جان خوش آمدید. قماندان جان مرحمت. چای قهوه نوشی نیومدم رئیس. بخیر است قماندان چیکار شد؟ دادگی سوال دارم. اسماعیل کوشلوک، بخچت خلیس، حسن آزنیر، یوسف اکبر رو شکایت کردید؟ قماندان. ها شما از عریضه نوشتگیتون خبر ندارید مگر؟ قماندان ما نوشتن و خواندن نمیتوانیم، از کجا عریضه می نویسیم؟ قماندان کمتر اگه وقت ندارم. مسئله را اگر گویی. قماندان یوسف اکبرشنو معلم است کو؟ معلم یوسف رو سر میدیم. مسئله اشکار شد. عریضه رو دهاتی ها ننویستن. یوسف رو رها میکنن. بیشوخی؟ خرسان شدم. یوسف اکبرش رو آزاد کنید. خوب است قماندان. یک بار فکر نکردید که آشکار می شود؟ ای خدا، مردهای اطراف بودم چرا اینقدر احمقند؟ اگر دهاتی ها گپ زنن چی؟ قلم برای گپ نزدنشون یگان چاره فکر کنید؟ گم شوید از پیشم، گم شوید احمق ها. وصلتقا آپاشم برایتون. عمر کنی اینجا بیا. دو بیا. مادر گویی پدرت رو هم نمیبینی، فهمیدی؟ توی سنتی عمر رو کردن میخواهم. این خوش خبر رو اول به نبیره هم گفتم. خلیل این خیلی نگاه نکن. تو مادرت رو تماما نمیشناخته ای بچه. بیا کنی بچم. آب شیر بچه من. دادا جانی من. وقتی خرجانی بودنت رو به یاد آوردن نرسید خلیل. من قراجانیم. گپی من البته میگذرد. رفته با قماندان گپ زدم. سر دید گفتم یوسف گناهی ندارد. خیر سر دادن یوسف رو برامد. سر دادن. اما اکنون این کاری تو نیست. آخرین ماه آمده توی میکنیم. یک توی دبدبناک می شود. و قراجانی ها یک زیبنده توی. از گرفتنی نسبم و سیر برد میکنی الیف. مصلحتمون رو فراموش نکن الیف. عاقبت یوسف از سخن من وابسته است. یوسف خرسان شدم یوسف. تشکر. خرسان شدم. الیف زنی خوب است، به خود اومد. شکر خدا. خرسان شدم. دیده میتوانیم. تو نبیا، از کودک ها دور ایستا.
یوسف تو راو بین همان در این جویان با الیف خودمون همش رو حل میکنیم. همین خیلی نه الیف؟ ای کورنامک بی وفا، یک تشکر هم نگفتی؟ تو هم برگرد عبدی، به تو احتیاجی ندارم. رفتیم اپا. گروسنه شدگیستی. یوز بچم دوخها رو هم گرفته بیار. بله شوچه. سعید بابا خبری خوش آوردن. یوسفم را آزاد میکنن. ژاندارم به ده آمده است. دهاتی ها را پرسجو کردن. ساخته بودنی همه عریضه ها معلوم شده است. جیما نکن. هزاران بار شکر خدا جان. فاضل گیر آخیر. فاضل گشننه. فاضل گشننه. داو بچم. بله شوچه. آمدم. اکم آمده. اوه بیسرم. خوش باشه. یوسفم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بچم خوب هستی همین خیل نه؟ شکری خدا خوب هستم بچه. هزاران بار شکر. اپا هم نوتوب؟ ها حلیل از نه. امروز نامده بود. همم رو میگوید یوز محکت هم دو غاب بیار. کنی بیا بچم بیا. شین بچه جا. یوسف فاضل رو فراموش کرد. زینب رو فراموش کرد. نه خود فراموش کنم فاضل. فراموش نکردم. آخر کودک‌ها بیمار شدند. زینب هم کجا شد؟ زینب در کجا؟ زینب خوب است. زیق نشو. تو انتظار شو. من زود برمیگردم. یوسف نرو بچم با کجا؟ خواطر نشوید بچه. زود میایم. بیا عایشه خانم. بشین. یک در تمام نشده دیگرش می آید سید بابا. یوسفم را چه خیلی حمایه کنم نمیدونم. زیغ نشو عایشه خانم. شمال سخت میوزد. همه جا ویران می شود. انا همین وقت ابرهای رحمت نیز نزدیک می شوند. باران می بارد. امیدها می سبزند. و سختی های شمال نه. به زیباگی بهار نظر کن عایشه خانم. به زیباگیش. فوزی با کجا؟ میایم. ای خدا جان. در بیرون گپ زنیم. با فاضل دست برداشته ای؟ سخت لطو کرده ای؟ فاضل حتی با یک طوری موی زینب ضرر آوردنش را نمیخواهد. تو مرا فهمیدی شاکر؟ به نهایت دوست می‌دارد زینب را. از زینب درست گفته فهماندم. آدم بر این میفهموندی. دیوانه نماید هم با عقل است. آدمگری رو از تو آموزم. من معلمم شاکر. فراموش کردی؟ از دانش کودک ها مسئولم. از روی کارم مسئولیتم پرسیده ایستادم. مردی نبود فتاده را پای زدم. تو چی را میدانی یوسف؟ چی را میدانی؟ فاضل را آرام نگذاره. اگر بزنم یا به زینب یگان چیز شود از تو میبینم یوسف. چی میخواهی؟ از بیچاره غم زده چی میخواهی؟ چی درد داره؟ فاضل پدر زینب است. دادا
دادا بیایید درون درویم. خوش آمدید اسماعیل لکه. چی خیل شد جانمون؟ خبر است؟ انتظار هستیم. یوسف بر اومد؟ شکر خدا بر اومد. با ژاندارما کسی از نام من عریضه شکایتی داده است. بعد قماندان خودش به ده اومد. گفت که عریضه ها قلبکی بودند. باید یوسف رو سر میدادند. اگر حاضر مرا بینند. شادیو ندهید. زرین به خودش اومد. حاضر یگان خطری نیست. احتمالاً از غذا زهرآلود شده است. یگان کلچه قند یا وافلی که مهلت استعمالش گذشته را خوردگی است. توکسین های دیده همون همین رو نشان میدهند. یوسف معلم بیگناه هست یعنی؟ با کجا الیف؟ مصلحت پسلیحت نیست عبدی. با من دروغ گفتی. یوسف رو از محبس تو آزاد نکردی. چی خیر؟ هیچ کس از بالای یوسف شکایت نکرده است. عریضه ها قلبکی بودند. این طور باشد این قدر کودک چه خیل زهرآلود شد؟ والله تو این رو بهتر میدونی عبدی. کودک ها چیزهای مهلت استعمالش گذشته رو خوردن. یک فکر کن که اینها رو میفروشد در دهه. توبه توبه توبه. یوسف رو من برآوردم. اگر من دخالت نمی کردم سود نشد. برآمده می توانست مگر؟ فرض کردیم این خیلی نباشد هم. معلمیش چی می شود؟ یوسف رو از جزا خلاص نمی کند کو. بینیم کنی این دفعه وای چه خلاص می شود؟ می شود یا نه؟ خلاص می شود عبدی. خلاص می شود. چه خلاص می شود؟ تو خلاص می کنی. پس از اکنون حیاتم در خلاص کردن یوسف گذشت. اگر بینمو مصلحت خواهی ها. برای معلم شدم بسیار خونده بودم. بسیار صبر کردم. در آخر شکر که شدم. اما کارهایی میشوند که نافهمو است. گویا حاضر از دستم پریده می رود. نعمت پریده نمی رود اگر بنده او را نترساند. چه خیل فهمیم سید بابا؟ نعمت مثل لطف می آید. حکایه مشهوری کلی زیرک را می دانی؟ میدانم و کدامش رو در نظر دارید؟ او چندان آدم به حرص انتظار بودند که سیمرغ آمده به سرشان شیند، اما او رفته به سری بیموی کلی زیرک می شیند. از این حکایه چی درس گیرم سید بابا؟ نعمت نصیب همان است که به سری او می شیند. حالا وظیفه این کلی زیرک چی بوده می تواند؟ همان سیمرغ را احتیاط کردن؟ بله. از آن سبب هوا بلندی کرده لب و تاز و منمنی کند سیمرغ پریده می رود. نعمت به کسی لطف شده باشد او باید این نعمت را احتیاط کند. نعمت را با تمکین و شکر محافظت می باید. من آن سیمرغ را گریزانده ایستادم. از آن خواطرم تو اولا یک معلم هستی. امروز نه فردا را بینا می کنی. با جایی که هیکلی روحت را بینا کنی اسیری حرص و غضبت شده ایستاده ای. آخر واقعه ها بالای هم اومده ایستادم. این خیل باشد با کاری اساسیت چنان اندر روان شو که بینتان خالگی نمانه. بلاها نیز راه یافته ندارند. باز آیند چی؟ بلاها تمام نشوند چی؟ شده میتواند. تو یک باغبان هستی. برای یک گل به چندین خارها صبر کردنت لازم. هم از خاطر نبرار که بلا که کارش را کرد دعوا را در نزد در میابی. جنابی عزیز، شما را دیدن چه خوش است، اما چرا پیش از آمدن تو خبر ندادید؟
تیاری میدیدیم اخی. استغفرالله دوستان، گذشته ایستاده بودم، گفتم یک درایم. باز کی میدونه از چی نقشه ها داره؟ بین امکانی یک چند نقشه دارم. نقشه خوابگاه کشایی رو داریم. این سفر خدا نصیب کند خوابگاه زنانه. با رئیس شهر یک واخوری داشتم. یگان جای نشان دید در حال ساختمان رو سر کردن میخوام. خدا از شما راضی باشد جناب مدیر. از این را گفتنم خیلی شاد هستم. قریب در تمام فعالیت‌های ساحه معارفی که دولت باز یاری دادن نمی‌تواند، کمک شما بسیار می‌رسد. کاش من هم مثل شما می‌بودم. خدا به ما این کام‌ها داده است. ما نیز کم و بیش کوشش کرده ایستادیم. او اگر نمیداد چیکار کردن می‌توانستیم؟ ایسل دختران درتر. حالا مهمان دارم. ندیده ایستادی؟ ببخشید جناب مدیر. همین ساعت با واخوری دعوت کردید. مایلش کم انتظار شوید. سیدکه عزیز بای آمدم یک رفته بینم. دیده ایستادم اوسنو. به هیجان آمده دقت جلب نکن. کمی ایستو. مرحمت قماندان، خوش آمدید. مرحمت قماندان، خوش آمدید. حالا هم با عسکری نرفته ای چی؟ از کجا فهمیدید قماندان؟ آخر به همه قماندان گفته ایستاده ای. کافت و کاب میکنیم. انبارو کشو. البته قماندان. مرحمت قماندان. اینها بارهای نوان؟ مهلتشان هم نگذشته است. بله قماندان. شما دید قماندان بخیر است؟ آیدی در حال شوی کمی پرسجو کردیم. یگان کمبودی نیستین شما؟ کمبودی نه، زیادتی داره. شاید در همین جا یک شعبه کشویم. بیکار نمیموندگیستیم. بیزار شدیم. رو بیا نمیزیبد به این دیه. کمی آرام شینید. علی دکان رو محکم کن از پشتم بیا زودتر. اپا هیچ چیز نیفتند آخر. اگر عبدی خبر روان نمیکرد چی کار میکردید ها؟ کنی شاخ نشو دکان رو محکم کرده است پسم زود بیا. ساکینا در اینجا چیکار میکنی جیمو؟ تمام شب خوب نرفتم. یعنی چون که به خونه نرفتم. از پدرت رنجیده؟ بله. عجایب جیمو. تمامی دیگه به خونه تون اومدن امین هپا رو گپ میزنن. مون اینها رو تو چه خیل هستی؟ تو را دیدنی اومدم من. بشخی؟ چرا؟ نه دیگه در جوش است. از سحر یک ژاندارم می آید دیگرش می رود از دیگه. توبه من چیکار دارم با ژاندارم؟ اما با نزدیکی من کردار می شود. چرا آخر؟ و علی سگالو هم در اطراف می گردد. لازم آید چی؟ چیزی لازم باشد همان رو میکنم سکینه. خیر تو رو بکنون خواطر نشو. دیده استدای ها سعید پس از چند سال. تو را چقدر یاد کردم عزیز برادرم. یک جویا کم کار کردیم مگر سعید. و مکتب های گرد و اطراف کمکت کم رسید مگر. وقتی تو را از این کارها دور کردن مگر کم رنج کشیدی؟ استغفرالله. در نزد خدمت‌های شما کارهای ما همه هیچ است.
اما افسوس که تقدیر این سرزمین چنین است. همیشه صدیرای اهل خدمت میشوند. با هر گونه تهمت تو رو از این کار آموزگاری دور کردن. در کار خیر مانع‌های ضررآور بسیار است. هر دوره را خدمتی به خود خاصی است. از ما یک دور بود گذشت. حالا نوبتی چنین جوان مردان است. آن زمانها تنها خیال بودند. حالا باشد عملی میگردند. بله. شما یوسف را در اصل میشناسید. سالهای زیاد به گفتنم اجازت نداده بود. اما تقدیر به همین روز بوده است یوسف. سعید بابا، سالهای زیاد پول خواندنم رو یک شخصی میداد. با او شناس شدن نصیبم نداشته بود. نخود جناب عزیز. بله. خدا از شما راضی باشد. اجازه دید دستتون رو ببوسم. استغفرالله. چینه. خدا از تو راضی باشد پسرم. نه خود معلم شده باشی. حلال بود یوسف. چی خوش معلم شده ای. در کودکی آرزوی معلم شدن رو میکردم، اما حالا نیز خودم را همچون معلم ایست میکنم. خیر، در اینجا چیکار میکنید؟ یک مسئله شکایتی برآمد. چه شکایت؟ از بالای تو؟ یک نافرمایی شده است جناب عزیز، یعنی یک خطاگی شده است. یک حجت است در اینجا، اما چه خیلی حجت است؟ از بالای جناب یوسف یک چند شکایت اومده است. این چیست جناب مدیر؟ این شکایت ها مسخره بازی برینند. با سبب همین گونه عریضه های سفسطه چنین معلمان جوان را از وظیفه سبکدوش میکنند مگر؟ به این هم به جناب یوسف علاقمند نبودن عریضه ها آشکار گردید. این سحر از عدلیه نیز اخبارات آمد. بیگناه بودنشان تصدیق شد. من به جناب یوسف خبر دادنی بودم که تو به اینجا مانده شدن نآیند، اما همین خیل یوسف مثل پسرم است، مرا قدردانی میکند. از این پس به یوسف نیز قدردانی نشان دهید. البته جناب عزیز، البته. انا خلاص شدی بچیم. خیر، رفتیم خوراک میخوریم. چی گفتید؟ رفتیم جناب مدیر. چی خیلی که شما خواهید؟ رفتیم بچیم. او جناب مدیر، مهمان دارید مگر؟ دیرتر تشریف دیدم ها؟ ما برآمدنی بودیم و من به پیشتون دیرتر بیام چه جناب عزیز؟ خوب شما را از کارتان نمونم جناب مدیر. مرحمت. چیگاه کزبان؟ عمر آقام شمشیر میگوید خلاص به حجره خانم در اومده، بالای کرپه ها برآمده است، نمیفراید. چیکار شمشیر؟ میگوید که در روز توی سنتیش باید شمشیر داشته باشد. با یک شمشیر کنون از کو انا همون را یافت است، گرفتن میخواهد. یا خدا اینجا بیا شمشیر. بچم چکار میکنی؟ یا توبه. بچم انا دیدی چکار کردی؟ میلش هیچ چیز نشد. دادر من شمشیر رو میخوام، کزبان به من نمیدهد. با آدم سنت شونده چی میشد که؟ شیر بچه من، شیر بچه. دادر چیه به من و شمشیر رو؟ چی بوده است اینها؟ من اینها رو گیرم آقا. نه خودم میگیرم. اینجا بیا شمشیر، اینجا بیا. حالا یک به دستم هفت. اینجا بیا شمشیر، به دستم هفتی پشیمان میشوی. تو باید جدا شوی. اینجا بیا شمشیر. این خیرش هم اینجا بیا. هست. این خیرش هم. دادا شمشیر. عریضه هایش هست، یک قیامت چیز. همه اینها قلبکی هست. آچه باز چی کار کردید؟ باز چی کار کردید؟
بله، از بالای یوسف یک شکایتنامه بود. لیکن من با تشبسکاری خود مرافعه را باز ایستاندم. شما تشبس چی؟ تشبس عجایب داشته ایده؟ یا اینکه خیر، در بین شخصان ابرومند در اومدند. از قراجانی ها هم ابرومندتر ها؟ همین خیل؟ در این کشور میلیون ها آدم ها زندگی میکنند جناب عبدی. دست از دست بالا است. با اجازت شما مجلس دارم. و ما جناب مدیر باز میبینیم. بخشیش تا دیدن. چخیر ما رو سخت ترساندی. اما حالا خوبی ماشاءالله. خوبم همین خیلی نه الیف اپا. خوبی. با مکتب رفتم میتوانم؟ البته رفتم میتوانیم زرین. یوسف معلم در مکتب میشوند؟ میشوم انشاءالله زرین جان. یوسف خدا شفا دهد. برایت خرسند شدم یوسف. تشکر زیاد. همتون رو سخت ترساندیم. حقتون رو حلال کنید. حلالت باد یوسف. به این همه بیتونه بوده است. کودک چیزای تاریخی سیمولش گذشته رو خوردن. از آن بوده است. یوسف با من یکون چیز گفتن میخواهی؟ اونقدر بسیار گفتنی دارم که خیر گپ زن این طور باشد. تو را چی نگاه میدارد؟ اوه تو همی چی بود؟ با تشبسی خودت آمدی؟ گپ زن. یوسف تو رو بخشیدن؟ البته بخشیدن. با کاری دوست داشتهش برگشته میتواند. یوسف رو آخیر بین چقدر انسان از دست تو ستم کشید. دیگر با چشم آنها نتاب. نه عبدی این کودکا از چیزهای دکانی تو نه یوسف ژاندارمه امروز در دیه بوده است. کافت و کاف کرده است. در دکان من یک تو هم مالی مهلت استعمالش گذشته نیافته است. فهمو؟ یوسف الیف وعده دادی. هر چی خواستی کردم. یوسف رو از سبکدوشی خلاص کردم. من در گپم ایستادم. اکنون تو هم ایست. تو رو در نزد در انتظار می شوم. بعدها یک جای برمیگردیم. شاکر حل کردی؟ حل شد خانم. همه اش را سوزاندم. وگرنه این کودک سری ما رو میخورد. استغفرالله خاله. مایلش ما آن بیهودگویی را از این پس در اینجا کار میکنی. همراه شاکر او چیزی گوید همون رو میکنی. کار را یاد گیر. آیندهش رو میبینی. من مردی کاری کنم خاله؟ اپا علی به این خیلی کار را عادت نکرده است. از این پس عادت میکند. اکنون رفتیم. آچه اینها چیان؟ اینها را از کجا یافتی؟ با شما چی فرق دارد؟ از پیش خود یک دنیا عریضه نوشته اید. همه بازی هایتان را فهمیدم. مریم عریضه ننوشته است. همش دستیسه های شما بوده است. اکنون با من چی بگوید؟ جواب دهید آچه. چی نگاه کرده ایستاده اید؟ چی گپ گوش میکنید؟ کارتون را کنید. کارتون را. آچه های تا با کی همه را میترسونید؟ چیکار کردن میخواهید؟ باز چی میخواهید؟ از برای خدا گپ زنید آچه. چیزهایی که از آنی منند به من میمانند خلیل. خواهیشم همین. بسیار چیز میخواهم مگر خلیل. بسیار چیز. مریم چی؟
از وی چی میخواهید اوچه؟ مریم رو نمیخواهم خلیل، او رو نمیخواهم. او از خانمان گم شود، همین قدر. هرگز این گفتگیتان نمیشود. مرا از مریم جدا کردن نمیتوانید. این رو دانسته گیرید، این رو دانسته گیرید. از مریم جدا میشوی خلیل، این میشود. برای این بچه قادر بودنم را حتی خیال کردن نمیتوانی. مریم از این خانه دفع میشود. چرا خلیل؟ چرا این رو کردی خلیل؟ چرا؟ اپا چیزی گفته؟ آچه؟ اپا هم چیزی گفتن؟ نمیدونم بچم، نمیفهمم. اگر میفهمیدم. مریم دخترم، رو در رک شو. من چه؟ خوش آمده اپا. خوش باشی. خوش آمدی کزبان. خوش باشید. چه خیلی هستی مریم؟ اومد رو آوردی. نه مریم. کزبان چیزی گفتنی باشی به من گوی. خیلی نکمی گفتم. چی ها میگویی کزبان؟ گپ زن آخیر. کزبان چی شده است با خلیل؟ چه گپ شد کزبان؟ کزبان چه گپ شد؟ کزبان اپا ایسته. با خلیل چه شد؟ کزبان اپا کزبان اپا ایسته. کزبان با خلیل چه شد؟ اپا ایسته. کزبان بیا دخترم. اومرم اپا جون. دخترم. با من چه خیل رفتار کردنش را دیدی حسنو؟ با چه حال آوردن پسرم را؟ آه مریم. هیچ نفهمیدم اپا. گویا جادو کرده باشد. یگان چیز میخوای خانم؟ مان اینها را تو گفتگی هایم را کردی؟ بله خانم. با خانه یوسف رفتم. گویا از خلیل آقام یک خبری آورده باشن، اما یگان چیز نگفتن. نام خلیل را گرفتی در پیش مریم، همین خیل نه؟ البته خانم. چه خیلی که گفته بودی؟ اپا در سرت یگان نقشه کشیدی چی؟ وای این خلیل رام نمیستد. یگان چاره دیدنم لازم میگویم. میبینیم البته حسنو، البته میبینیم. من وای نقشه رو کیها کشیدم. این عبدی چی؟ وای در کجاست؟ روزی دراز نبود؟ کانی تو الیف در کجایی؟ در کجا؟ الیف کنی؟ الیف بر اومد آقا. یگون نیم ساعت شد. چی ها میگویی؟ اوی خدا، رفت کارت کن. صحبتتان ناز چای قهوه فرمایم. تنی الیف اون اینجا برو. لعنتش چکار کرده شدی؟ مگزو نگاه میکنی؟ شین با ماشین، شین تز. های کن تز. من با شما چی گفتم؟ عبدی چه خیلی فکر کردی که با تو می آیم، میمورم با تو نمی آیم. یوسف، با من چی گفتنت رو بسیار فهمیدن میخواهم، اما نمیتوانم یوسف. تو رو باز به یگان بلای دیگر گرفتار نکنم میگویم.
خلیل باز به اینجا آمدی. بچه مریم پریشان است، حاضر نداره با آنجا. یوسف نیست بابا. یوسف در ناحیه و بیمارخانه میرفت. به این همون را چندین بار فریب دادی. با این قهر و غضب آخری مفید نمیشه. کاردار نشوید. گریزید بابا. خلیل کمی وقت ده. گریزید بابا. گریزید گفتم. خلیل کمی وقت ده. مریم کمی آرام شود و خود بیاید. بسیار غمگین است. بابا او غم خورده باشد من هم غم میخورم. گریزید از راهم. بابا مایلش میروم بابا. سعید بابا چی شد؟ خزت کنی خوب است. خزت چی شد؟ تمام سعید بابا خزت بیاد درد. من خوب هستم. رفتیم خوب هستم. الیف چرا این کارو کردی الیف؟ چرا ما رو پرتافته گریختی الیف؟ با یوسف گریختی ها؟ چرا ما رو پرتافته با یوسف گریختی الیف؟ چرا این کارو کردی الیف؟ الیف! یوسف چرا این خیل کردی؟ چرا گوش نکردی مرا؟ یک بار گپ می زدم با تو، تنها یک بار. از من همین قدر مردم من. مایلش پگو دوام میدی. سر دیر نمان. مایلش تو پگو. خیر تو دیدن. آقا بخیر است داریم به وقتی؟ به من یاری دادن لازم شاکر. باری آخرین. امر کنید آقام. مرا نغز گوش کن. اپا ایستد یاردم کنم. از همه بدش جدایی است. غمی اپام، غمی فاضل هم. حسرت سعید بابا، حسرت. از تو چی؟ بچه جانی بیبختم. بعد از دانشگاه را ختم کرده آمدن، نه راحتی کار را دید نه راحتی جانش را. آچه این خیل نگوید. انسان بعضا خود را گناهکار می حسابد. هر دویتان را من کلان کردم، اما این غم ها را بی. آچه این خیل نگوید. هممون با تربیه داده شما در پایم، خدا را شکر. چیگه باشد این کیست؟ مریم ایست دخترم ایست. بیا ما به بالا رویم. بیا دخترم بیا. چیگه پست عبدی؟ الیف کجاست؟ الیف را کجا پنهان کردی؟ در کجا بودن الیف را نمیدانم. دروغ نگوی! با کجا؟ یا اینکه گریخت ها؟ تو ندیده باشی پس او کجا میشود ابله؟ خانهشون رو دیدی؟ این تر باشه چرا با من دوغ میزنی؟ چون که تو گریزاندی ابله. باز کن من سفسته گویی را. من الیف را نگریزاندم، اما تو گریزاندی. از پشت تو گریخته رفت دختر. با کجا می رود؟ با کجا می رود؟ من میبینم. آمدم. دروی. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما رو جنگ زدید خانم؟ بله گذر. شاکر حل کردی؟ حل است خانم.
از فکر کردگی امان هم آسان‌تر می شود. خودش به نزدم آمد. یاری پرسید. ژاندارم رو خبر دادی؟ دادم خانم. نقص. کنی اوسنو؟ طاقت کن بچم. حاضر تو رو با بیمارخانه میبرم. همین که بر آمده پولت رو میگیری. حسنو در حال با بیمارخانه بر. کنی شیر بچه من. خلیل، گپی مادر رو که گوش نکردی چی میشود؟ اکنون میبینی خلیل. بای من میخورانم. کنی شکریه جان، کنی خور، کنی خور. جانم شوی کمی خورا خور. آخر دارو خوردن لازم. کنی بیا شکریه جان. با من گپ نزن، با من دست نرسون. دیوانه میشم از دستی تو علی چنگیز. راحت گذارید دوچم رو. شما چی دیگر زن ندارید؟ باید به اون نگاه کنید. به من نگر جما. باز گذرانیده ایستاده ای. احتیاط شو. پروا نکنید. چیزی کنم از شما نمیگذرانم. گم شو. الیف همینجاست. چیکار میکنی الیف رو؟ در خانه است یا اینکه نه؟ در بیمارخانه نیست، در هیچ کجا نیست. در اینجا هم نباشد. کنی الیف در کجاست میدونید؟ باز چیکار کردید با اپم؟ بی اخلاق گپ نزن احمق. من با الیف چیکار دارم؟ گریز. با من نگره دادا. اگر به سری الیف اپم یگون چیز آید، قسم که از شما میبینم. از شما. نمیدونم بچم، قسم میخورم نمیدونم. من دروغ نگوی کمپیر. الیف پیش از این هم گریخته به اینجا آمده بود. دیگر کجا میرود؟ الیف در اینجاست. گبزن در کجاست؟ گبزن گفتم. بچم نمیفهمی مگر؟ در اینجا نیست میگویم، ندیدم. تو همین را فهم کمپیر. اگر در کجا بودن الیف را نگویی میکشمت. قسم میخورم که میکشمت. قسم میخورم که میکشمت. کجا شده ای آدم؟ انا آمدم اکا. یگان سلاح تازه یابم گفتم. کم دیر شد. گیر این را. پول چی؟ این کم است. دیگر یافته نتوانستم. حزل خانم با پیش پر زدن نمیموند. خیر میلش. مرا ندیدی؟
نشنویدی نمیدانی. البته آقا، لیکن این کاری من نیست. اما چی نیت دارید؟ چیکار میکنی؟ نه، یکم فایده میشد آخر. اگر حقیقت را ندهند مجبور به زوری میگیری شاکر. مریم را میگریزانم. لازم آید این را استفاده برده. چی میخواستی پسرم؟ من الیف رو کفتنی آمدم، اما بیا بچم، الیف همینجاست. درو. الیف نیست کو؟ چی کار کردی؟ مریم باز آمدم. این دفعه عقب نمیگردم. ایستا. خلیل قراجان تو هستی؟ بله منم. از بالایت شکایت است. آدم پرانده ای؟ که بتنش رو؟ قماندان، با این سلاح پرانده ای چی؟ من کسی را نپراندم قماندان. بچه در بیمارخانه بوده این خیل نمیگوید. کارگری تو بوده است. با غضب آمده پرانده ای. بند زنجیرها رو. هیچ کس را نپراندم قماندان. اما همه خیل میگویم. رفتیم. خولا اپا کمپیر بین، یک چیز رو میکنم گفتم میکنم. همین خیلی بین، دستانت رو میبندم گفتم بستم. حاضر میسوزانم خانه را، میسوزانم، قسم میخورم. قچر میسوزانم. یک سوالی آسانه. الیف در کجا؟ انا همین خیر همه حکایه رو نقل کردم برایتون. یعنی چی خیلی که فهمیدید اگر یوسف ما رو گوش میکرد، یک بار که گوش میکرد، این واقعه ها رخ نمیدادن. لیکن یوسف هم ناحق نیست. از برای من بسیار عذاب کشید. قریب از معلمیش هم میموند. یعنی البته من اینها رو قصدن نکردم. من یوسف رو غمگین کردن میخواهم، مگر رفت کار همین خیل شد. بعدن با یک دیگر گپ زده هم نمیتوانستیم. بعدن این عبدی دیوانه هیچ آرام نمیگذارد مرا. اکنون باز با او سر به سر شده ایستادم. راگا عبدی
Abdi iltimos ardi maro. هرگز روگرد این کار نمیشود عبدی التماس. چی ها میگویی الیف؟ پوشویت را پوش. چی ها میگویی الیف؟ آخر وعده دادی الیف. وعده دادی. با من وعده دادی الیف. من برای یک قیامت چیز کردم. روگر عبدی سرده چی ها میگویی الیف؟ تو چه سردی ها؟ چی ها میگویی تو؟ التماس سرده. شین گفتم با تو. نه شین گفتم زودتر. Dolu dizgin akan sular durulacak bekle de gör bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak gidenle gitmedi umutlar bitmedi bir gün güneş doğacak pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak gidenle gitmedi umutlar bitmedi bir gün güneş doğacak